سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 3 از کتاب گلنار استاد پشنگ کامکار رو با هم دیگه کار بکنیم. قطعه هیار هیار ترانه گیلانی هست و خیلی قشنگه. امیدوارم که اجراش کنید و از اجرا کردنش لذت ببرید. قبل از هر چیز ممنون میشم اول از همه کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید. این ساده ترین کاریه که شما میتونید انجام بدید که من رو حمایت کنید و به من انگیزه بدید که این مسیر رو ادامه بدم. لطفا کامنت بذارید، این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید که به دیگران هم کمک بکنید که بیشتر این ویدیوها رو ببینن و استفاده بکنن. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشید. خب این قطعه شماره 3 یه قطعه 6/8 خیلی ساده هست. ملودی های محلی ما معمولا ملودی های ساده و کوتاهی هستن ولی خیلی زیبا و دلنشین هم اجرا کردنش خیلی لذت بخشه. بریم شروع کنیم با هم دیگه اجراش کنیم و اگر نکته‌ای داشت در طول قطعه با هم دیگه بررسی کنیم. از اول نوتامون هست سل، سی دو ره، ره دو ره دو سی. این دوتا میزان رو اجرا میکنیم روی ساز. سل، سی دو ره، مهمه که راست و چپش رو دقیقاً همونطوری که خودش گفته اجرا بکنیم، یعنی توی میزان دوم راست راست چپ راست راست اجرا بکنیم. با شمارش میزنیمش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. میریم سراغ قسمت بعد. دو ره می فا ره دو دو سی لا سی لا سل لا سل. این جمله میره تا خط دوم آخر میزان اول که یه علامت دولا خط تکرار هم داره که باید کل این قسمت دوباره تکرار بشه. از میزان سوم نوتامون بود دو ره می فا ره دو دو سی لا سی لا سل لا سل. حواسمون به راست چپاش باشه. مثلا میزان آخر یعنی خط دوم میزان اول دوتا راستی چپه، دوباره دوتا راسته. این جمله رو کلا اجرا میکنیم. میریم سراغ قسمت بعد. خط دوم میزان دوم سل 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 لا سی، دو تا راست یه چپ یه راست و بعدش ریز. و بعد از این جمله یه جواب رو سیمای زرد داریم. این هشتی که زیر این قسمت گذاشته و یه سری نقطه چین یعنی اینکه این قسمت رو یک اکتاو بمتر، یه ناحیه بمتر اجرا کنیم. پس به جای اینکه این قسمت رو سفید بزنیم دو میزان آخر بعد بریم سیمای زرد بزنیم. نوتامون هست سی دو سی لا سی لا سل لا سل. پس رو سفید یه میزان میزنیم سل 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 لا سی، بعد رو سیمای زرد جواب میده سی دو سی لا سی لا سل لا سل. اجراش میکنیم روی ساز. سل 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 لا سی سی دو سی لا سی لا سل لا سل. قسمت بعد خط سوم مثل همونه تقریبا، فقط توی جوابش رو سیمای زرد به جای اینکه بزنیم سی دو سی لا میزنیم دو دو سی لا. تنها تفاوتش همینه. پس کل این قسمت خط سوم میشه سل 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 لا سی دو دو سی لا سی لا سل لا سل. حواسمون به اون سکوت سیاه هم باشه، یعنی یک دویی که سکوته. اجراش میکنیم روی ساز. سل 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 لا سی دو دو سی لا سی لا سل لا سل. شمارشش میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 بعد که این قسمت رو اجرا کردیم یه علامت دالسینو داریم که باید برگردیم از اول قطعه همون جایی که علامت تکرار شده کل این قسمت دوباره اجرا بشه و در نهایت با یه جفت سل قطعه تموم میشه. من این دو قطعه رو از اول تا آخر براتون اجرا میکنم که بشنویدش.
مترونوم رو باید تنظیم کنیم رو سرعت 112 و 2 ضربی. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. حالا اگر یه خورده بهش تکنیک اضافه کنیم اون وقت تبدیل به این میشه. تکنیکایی که الان اضافه کردم توی قطعه رو داریم از درس 78 کتاب شیوه سنتور نوازی، روش اضافه کردن این تکنیکا رو کار میکنیم که شما یاد بگیرید که چطور میتونید یه قطعه‌ای که به صورت ساده نوشته شده رو با اضافه کردن یه چند تا تکنیک ساده زیباتر بکنید و بتونید حرفه‌ای‌تر اجراش بکنید. پس حتما برید اون ویدیوها رو نگاه بکنید که یاد بگیرید که چطور از تکنیکا توی اجرای این قطعه‌های ساده بتونید استفاده بکنید. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید. این پست رو لطفاً همین الان لایک کنید. این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید که بقیه هم بتونن از این ویدیوها استفاده کنن. ممنون از شما.